الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال نمودند که بارک الله فیه در مسئله جدا کردن خوابگاه کودک صحبت می کردید و از سن چند سالگی کودک انسان می تواند که این کودک را از پدر و مادر و از کودک را از همدیگر یک جایگاهی یک خاص خودش یا که یک غرفه خاص به او جدا بکند. بارک الله فیکم. البته در این مسئله حدیث آمده است که اصحاب سنن ابو داود رحمه الله و اینچنین مسند احمد ذکر شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهن عليها وهم ابناء لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. حدیث صحیح است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که فرزندهایتون را امر به نماز بکنید در حالتی که سن سالشان 7 ساله است و به خاطر نماز اونها را زنید در حالتی که اونها 10 ساله شدند. یعنی وقتی که کودک به 10 ساله رسید و نماز نخواند باید پدر و مادر زند کودک خود را تربیت نماید تا که نماز بخواند و مواجع اونها را از همدیگر جدا کنید. کودک ها را در یک جا نخوابانید، مواجع را از همدیگر جدا کنید. یعنی در اینجا مواجع چی معنی دارد؟ آیا غرفه به هر یکی کودک، یعنی به پسرها یا به دخترها جدا جدا غرفه سازید یا که فقط جایگاه اونها را جدا بکنید؟ البته مقصود از این حدیث که علما شرح میدهند چگونه که در شرح ابو داود هم ذکر شده است، بارک الله فیکم، علما میگویند که مقصود از این حدیث این است که به هر یک کودک جایگاهی الهیده از دیگر، جایگاهی خاص خود را به اون گذارید. یعنی کورپه خاصی، روپوش خاص خود که تنها به یک کودک است و به کودک دیگر باز خاص از هم دیگر جدا. کودک خواه پسر باشد خواه دختر، اگر دو پسر باشد هم جایگاهش از هم دیگر باید جدا باشد و دو دختر هم از هم دیگر جدا باشد. و این در کدام سن سال؟ در سن 10 سالگی. یعنی وقتی که پسر و یا دختر انسان به سن 10 سالگی میرسد یا که فقط پسر بچه، 2-3 نفر پسر بچه به سن 10 سالگی میرسد یا فقط دختر، 2-3 دختر بچه به سن 10 سالگی میرسد یا پسر و دختر به سن 10 سالگی میرسد، در این حالت انسان باید به هر یکی این پسرها و دخترها جایگاهی الهیده مهیا و آماده سازد. اما معنی این حدیث این نیست که به هر یکی قسم جنس مرد و قسم جنس زن غرفه الهیده داده شود. البته علما میگن این افضل است. این افضل است. اگر شما توانید شرایط داشته باشید، خانه شما 3-4 غرفگی باشد، در یک غرفه پدر و مادر و در یک غرفه پسرها با جایگاهی الهیده، نه در یک جایگاه، با جایگاهی الهیده، و در یک غرفه دیگر دخترها همه اش جداگانه از همدیگر الهیده خواب بکند، این بهترین است. اما وقتی که نتوانستید، شما یک خانه داشتید که 2 غرفه، در یک غرفه پدر مادر و در غرفه دیگر کودک ها که به سن 10 سال رسیدن، در این حالت هم دختر و هم پسر اگر در یک جا هم باشند جایگاهی الهیده باید به اونها مهیا کرده شود. هر یکی از اونها جایش جدا از دیگر. اما افضلش خیلی که گفتیم اگر غرفه جدا باشد این افضل است. هر انسان به قدر و استطاعت خود. زیرا در حدیث آمده از جایگاه اونها را جدا بکنید. یعنی در یک جا، نه 2 مرد در یک جا و نه 2 زن در یک جا و نه یک مرد و یک زن در یک جا در سن 10 سالگی و بعد از این فیما بعد
حرام است و جایز نیست و این امر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. بارک الله فیکم. برای همین به برادران و خواهران همیشه نصیحت میکنیم و میرسونیم که وقتی که فرزند شما به سن 10 ساله رسید، در این حالت به اون جایگاه خاص آماده سازید و اگر پسر و دختر داشته باشید یک غرفه خاصی به دختران و یک غرفه خاصی به پسران بکنید، این افضل است. و البته چگونه که الله سبحانه و تعالی امر کرده است فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسید به قدر استطاعت خود. چقدر استطاعت و توانایی داشته باشید در این مسئله همون به همون استطاعت و توانایی خود عمل بکنید. بارک الله فیکم. اما جدا کردن البته در این سن سال 10 سالگی این واجب است، زیرا سن سال 10 سالگی اولین قدم به سن بلوغ است. یعنی سرشوی سن بلوغ و فکری آمیخته شوی، فکرهای شهوانی شیطانی در همین سن سال که با عقل کوتاه شروع خواهد شد. باید در همین سن سال به هر یک اونها جایگاه خاص کرده شود تا که از این شهوت شیطانی پیشگیری کرده شود. بارک الله فیکم. پس علما میگند الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان هم ذکر نموده است و تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یک قسم ها بنده های الله هستند که جنب های خود را از مضاجع میبردارند. مضاجع یعنی از خوابگاه، از جایگاه خود. از همین آیت دلیل میگیرند، میگن که در معنای حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر نمودند که مضاجع کودک ها را جدا بکنید، معنایش خوابگاه اونها را نه بلکه جایگاه اونها را جدا بکنید. و البته در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگان هم این چنین شرایط نبود که به دخترها یک غرفه و به پسرها یک غرفه ساخته باشند، اما علما اتفاق میکنند که این افضل است. ما باید به افضل دست زنیم، اما اگر در یک غرفه پسرها در یک طرف هر یکیش جایگاه خاص خود را داشته باشد و دخترها در یک طرف هر یکیش جایگاه خاص خود را داشته باشد، این هم البته جایز است. بارک الله فيكم وحياكم الله وبياكم.